یادتون میاد یه زمانی تنها دغدغه ما این بود که مدرسه تعطیل بشه، بریم تا دم خونه با خوشحالی بشینیم پای سیستم رو استارت کنیم یا حالا کنسول استارت کنیم و بشینیم پای بازی. چه بازی؟ احتمالا یکی از اپیزودهای سری GTA. تمام خاطرهای ما گیم را از اینجا تشکیل میشه. حالا سوال اینجاست اگر اون باگ نبود چی؟ شاید بگید کدوم باگ؟ کلشو توی این ویدیو توضیح دادم. پس به چنل خودتون خوش اومد. اوایل سال 1997 بازی گرند دف اتو روی کنسول نینتندو عرضه شد. این نینتندو. و اون زمان واقعا این بازی تعجب آور بود، چون ریسینگش تماما با بازی‌های دیگه متفاوت بود. اون زمان بازی‌های ریسینگ واقعا طرفدارای زیادی داشت و خیلی فروش می‌رفت. میشد گفت که راکستارز گیم طی یه سری از خطاها و باگ‌های سیستم میتونست این بازی رو به وجود بیاره. شروع و پایان مرحله که مشخص بود، ولی به خاطر باگ و خطاهای سیستمی این بازی جوری شد که داخل مراحل تعقیب و گریز ایجاد می‌شد و این بازی رو هیجانی کرده بود. راکستارز گیم وقتی دید که این نسخه واقعا داره فروش میره، تصمیم گرفت یه دونه نسخه بازسازی شده به نام GTA 2 گرند دف اتو 2 بسازه که واقعا میشد بگی که بهتر از نسخه یک بود. خیلی روش بیشتر کار شده و مختص همون بیقانونی یا تعقیب و گریز و المانهای واقع گرایانه و اینکه دست بازیکن توی جهان بیشتر باز بذاره که هر کاری که دلش میخواد میتونه بکنه. توی این بازی تنوع ماشینش خیلی بهتر از نسخه یک بود و مراحل بهتری نسبتا بهتری هم داشت که این نسخه فروشش نه کم ولی بیشتر هم بود که روی سونی یک عرضه شد و واقعا اون زمان طرفدارهای زیادی داشت. نمیدونم بازی کردید یا نه، ولی من خودم به شخصه این بازی رو خیلی زیاد بازی کردم موقعی که سونی یک داشتم. راکستارز گیم وقتی که دید این بازی ها رو دید، تصمیم گرفته یه بازی بسازه که هم خوب فروش بره، هم طرفدار زیاد داشته باشه، هم پوز رقیباشو به خاک بمالونه. این شد که شاهکاری به نام گرند دف اتو 3 به وجود اومد. این نسخه خیلی طرفدار پیدا کرد و فروش بسیار بالایی داشت، چون این نسخه 3D GTA بود. این اوایل قرار بود برای انحصاری ایکس باکس باشه، اما ایکس باکس قبول نکرد، رد کرد و راکستارز گفت چی بهتر از سونی 2 و این شد که بازی GTA 3 برای سونی 2 انحصاری شد. میشد بگی که کیفیت بازی واقعا فوق العاده بود و فرق کرده بود. اون زمان به شخصه خیلی کیفیت بالایی داشت. از نظر تنوع اسلحه و ماشین خیلی بهتر بود. شما میتونستید ماشینای بهتری رو سوار شید، اسلحه‌های بیشتری بگیرید، چون تو نسخه‌های دوتای قبلی فقط شما یه دونه کلت دستتون بود. و از نظر تغییر و گریز شما HP داشتید، پول داشتید که میتونستید باهاش چیز میز بخرید. خط داستانی خیلی بهتری روی NPC-هاش بهتر کار شده بود، چون NPC-ها توی اون دوتای قبلی فقط فرار می‌کردن ولی اینجا درگیر هم میشن و اون ستاره خوشگل که تو نسخه سوم روشون بهتر کار شده بود و به بازی اضافه شد. و قسمت لوت بازی که وقتی کسی رو می‌کشتی پول یا اسلحه‌اش روی زمین میفته و شما میتونستید خیلی راحت برش دارید و این بازی واقعا روش کار شده بود و حدوداً میشد گفتش که بازی تو سال 2001 حدوداً 14 میلیون و نیم فروش داشت، فروش واحدی، یعنی 14 میلیون و نیم این بازی به فروش رفته و خیلی درآمد خوبی برای راکستارز گیم داشت که به تنهایی توی اون زمان داشت تمام رقیباشو به خاک می‌مالید و اینکه خیلی طرفدار پیدا کرد. این شد که طرفدارا خواستار سریای بعدی GTA شدن. توی سال 2002 بازی وایس سیتی روی سونی 2 به وجود اومد که واقعا طرفدارای خودش رو داشت، چون زیاد شناخته نشد و شباهت کاملی به نسخه قبلیش داشت. اما بعدش در سال 2004 شاهکاری به نام سن اندریاس به وجود اومد که جدا از نسخه های 3 بود، یعنی میشد بگی بین 3 و 4 بود. خیلی فکر میکنن که این بازی قبل از 4 بعد از 4 بوده، اما اینکه اشتباه میکنید و این قبل از 4 بوده. و اینکه این بازی الان این ویدیویی که داریم میبینید نسخه ریمیک شده شه، اما تو اون زمان خودش روی سونی 2 واقعا کیفیت فوق العاده ای داشت. خط داستانی خیلی قوی که ما هممون با خط داستانیش واقعا خاطره داشتیم. از نظر تنوع اسلحه و ماشین بسیار بهتر بود. روی NPC-هاش خیلی بیشتر کار شده بود و اینکه چیزی که طرفدارای GTA رو اون موقع به وجد آورد این بود که شما میتونستید ماشیناتون رو کاستومایز کنید، میتونستید لباس بخرید برای خودتون، موهاتون رو خلاصه میتونستید موهاتون رو شکل بدید
میتونستید کفش بخرید، اکسسوری ببندید و هزار جور کار دیگه که میتونستید انجام بدید. دست شما توی این جهان خیلی بازتر بود. برای همین این نسخه خیلی فروش داشت و طرفدارای خیلی زیادی نسبت به GTA پیدا شد و بازی دارای 70 ساعت گیم پلی بود و میشد بگی که مپش واقعا خوب بود، چون شما توی جهان وسیع‌تری بودید. دارای 4 شهر بود این بازی، 4 شهر بزرگ که توی مراحل‌های مختلفی باید اون شهرها باز میشد برای شما و میرفتید و مراحل رو انجام میدادید. جدا از اون توی نسخه‌های قبلی NPC هایی که برای مراحل به کار میرفت تقریبا میشد بگی که همه شبیه به هم بودن و برای مثلا هر مرحله یک آدم جدا درست نمی‌کردن، یک کاراکتر جدا درست نمی‌کردن. اما داخل این بازی مراحل مختلفش که هرچی میری جلوتر کاراکترهای بیشتری براتون واز میشه. از نظر تعقیب و گریز این بازی پیشرفت چشمگیر نسبت به نسخه‌های قبلی داشت، زیرا تو نسخه‌های قبلی مثلا اگه به ستاره میرسیدید هلیکوپتر دنبال شما نمیافتاد یا تعداد پلیسا بیشتر نمیشد. اگه به ستاره‌های بالا میرفتید تانک به دنبال شما نمیومد، جنگنده ها به دنبال شما نمیومد. اما توی این بازی پیشرفت چشمگیر داخل ستاره دار شدن یا همون تعقیب و گریز داشتش که واقعا حس دزدی و حالت گنگستری رو به طرفداراش القا میکرد و موزیک شاهکارش که توی پس زمین در حال پخشه و من یکی از آدمایی بودم که تیتراژش رو با موزیک میشستم تا انتها نگاه میکردم. این بازی تو سال 2004 برای کنسول ایکس باکس 360 PS3 و پلی استیشن 2 عرضه شد و خیلی همون باش خاطره بازی کردیم. اما بعدش یه شاهکار جدید خلق شد. البته بین این دو تا شاهکار یک اپیزود به نام لایبرسیتی به وجود اومد که طرفدار نداشت، اما از همون اپیزود یه نسخه اصلی کشیدن بیرون به نام گرند تفت اتو آیوی یا GTA 4. این بازی اولین بازی بود توی سری GTA که پیشنهاد 3 شخصیت بودن داخل سری های GTA رو داد که بعدها پیشرفت چشمگیر داخل 3 شخصیت بودن بود و ما میدیدیم. خط داستانی خیلی بهتری داشت، طولانی تر بود، از نظر گرافیکی واقعا گرافیک چشمگیری داشت و اصلا این گرافیک و سایه هایی که الان دارید میبینید با قلب شما بازی میکرد و اینکه موزیک شاهکاری که به دست ما داد که الان داره تو پس زمینه پخش میشه، احتمالاً موزیک شاهکاری که داد، من خودم میگم مثل GTA سان میشستم تیتراژش تا آخر نگاه میکردم و با موزیکش خیلی خاطره درآمدش میکردم. از نظر تنوع اسلحه زیاد فرقی نداره و فقط یکم رئالیتی شده، یکم واقع گرایانه تر شده اسلحه هاش. از نظر ماشینی خیلی فرق کرده، ماشینای مدرن تری داخلش وارد شده توی اون زمان و از نظر NPC بازم حالا بهتر روشون کار میشه. میگم که توی هر نسخه خیلی روشون کار شده، ولی توی این نسخه یه شاهکار چشمگیری بود که خیلی خاطره ساخت، خیلی هم فروش داشت. این بازی داخل سال 2008 قرار بود انحصاری پلی استیشن 3 باشه، اما ایکس باکس با دادن کلی هزینه اضافه تونست این رو برای 360 هم عرضه کنه. توی سال 2013 برای پلی استیشن 3 و ایکس باکس 360 GTA V عرضه شد و در سال 2015 برای ویندوز، 2014 برای PS4 و ایکس باکس وان و برآخر توی سال 2022 برای پلی استیشن 5 و سری X و S ایکس باکس عرضه شد و توی زمانی که خود انتشار شد یعنی 2013 185 میلیون واحد فروش شد، یعنی بیشتر از هر بازی دیگه‌ای که مال سری GTA بود. توی این بازی از نظر جهان بازی و آزادی دست بازیکن توی این جهان واقعا خوبه و خیلی واقع گرایانه، از جور از منطق و قوانین فیزیکی که نداره، اما این بازی دست شما رو خیلی بازتر میذاره و خط داستانی واقعا قوی داره که برگرفته از تمام GTA های قبلی، یعنی تمام سری ها رو جمع کردن توی یک سری. از نظر 3 کاراکتری واقعا روش کار شده، روی NPC هاش واقعا کار شده. از نظر تنوع اسلحه واقع گرایانه تر شده، چندین اسلحه جدید بهش اضافه شده. از نظر تنوع ماشین تماما ماشین های مدرن و کلاسیک داخلش هست. از نظر انیمیشنی فوق العاده است، از نظر مراحل بسیار عالیه و حسابی فروش داشته تا به الان. و قبل از اینکه سری GTA
6 یا VI به وجود بیاد. این بازی 2 نوع داره، یکی مراحل اصلی و مراحل فرعی که میتونید هر دوشون رو برید و خط داستانی رو به پایان برسونید و خط داستانی بسیار قوی داره. همونطور که گفتم روی صدا گذاریش خیلی کار شده، ولی صدا گذاریش به کار جانسون نمیرسه. منظورم CJ تو سری GTA سن آندریاس. و از نظر دزدی شما دستتون خیلی بازتر، میتونید برید به حالت گفتنی در دزدی کنید، میتونید از سوپرمارکتی ها دزدی کنید، از تفنگ فروشی دزدی کنید، یا میتونید اصلا بانک بزنید. شما توی این بازی حسابی دستتون بازه و میتونید مراحل هر 3 کاراکتر رو تموم کنید که هر کاراکتر مراحل خط داستانی و مراحل مخصوص به خودش رو داره و میتونید از این بازی لذت ببرید. دوبله فارسی این بازی ارزی شده که شما رو خیلی راحت تر میکنه برای فهمیدن مراحل و اینکه توی خط داستانی چی میگذره. توی این بازی از نظر کیفیت میشد بگی که بهترین کیفیت رو به دست مردم داده، حتی تا زمانی که میشد بگی که نسخه های شبیه نسخه های ریمیک سری های قبلی GTA و روی جزئیاتش خیلی بیشتر کار شده و شما میتونید تقریبا سوار هر چیزی که میمید بشید. از نظری که میگم دستتون تو این جهان بازه، واقعا دستتون بازه، از این نظری که شما اگر بخواید میتونید توی بورس سهام بخرید، میتونید کوین بخرید، ارز دیجیتال، میتونید خونه بخرید بفروشید. از نظر خریدن خونه دستتون خیلی بازه، شما خونه های خیلی بهتری میتونید بخرید، میتونید حتی دوچرخه بخرید بفروشید، ماشین بخرید و هزار نوع کار دیگه. از نظر کاستومایز بهترین کاستومایز ماشین رو داره تا به الان. شما میتونید هر بلایی که دلتون خواست سر ماشینتون بیارید. و البته GTA 6 که توی ویدیوی بعدی حسابی دربارش توضیح میدم. عنوان ویدیوی بعدی هم بازی های 2025. خب بچه‌ها به آخر ویدیو میرسیم. خیلی ممنون که تا اینجا همراه بودیم. لایک و سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو هم بزنید واسه ویدیوهای بعدی. عشق منید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.